به خاطر نجات از این روزی که خیلی خطرناک است و همه هستی در هم میخوره، هیچ راه نداریم مگر چی؟ مگر عبادت خالصانه الله را انجام بدیم. ایاک نعبد، فقط و فقط تو را عبادت میکنیم. به خاطر این عبادت الله چی نیاز داریم؟ و ایمان و هدایت و توفیق. اینا را از کی باید طلب بکنیم؟ پس دوباره از الله طلب بکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک حدیث یک دعای عجیب میکنه، میگه پروردگارا من به تو از خودت به طرف خودت فرار میکنم، چون هیچ راه دیگه بر فرار نداریم. پس به طرف خودت برمیگردم. در هر حالت دیگه راه نداریم. انسان مسلمان دیگه هیچ مسیری نداره، در هر حالتی قرار میگیره. پس دوباره باید به کی رجوع بکنه؟ فقط به الله رجوع بکنه. ایاک نعبد، پروردگار فقط از تو عبادت میکنه، فقط به تو را عبادت میکنه و عبادت تو نیازمند توفیق است. از چه کسی طلب بکنیم؟ ایاک نستعین، و فقط از تو مدد میخواهیم در مسیر ایمان، در قبول ایمان، در مسیر توفیق برای عبادت تو و در مسیری که عبادت خدا خالصانه برای تو بگردانیم. فقط از الله کمک.